دعا میکنند. اما این دعا برای چه کسانی هست؟ برای کسانی که فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کسانی که توبه کردند، توبه از کفر، از شرک، از معاصی، از نافرمانی رب، اونهایی که از راههای گذشته نادرست توبه کردن و در مسیر حق قرار دارن و اتبعوا سبیلک. بار اله اونهایی که پیرو راه تو هستند، متبع دین تو هستند، پیرو کلام تو هستند، اونها را ببخش. اما در اون دعا توضیح دادیم که 4 تا دعا هست. اولین دعا برای ورود بهشت اونهاست. اولین دعای مغفرت هست، بخشش هست. دومین دعا برای ورود بهشت هست. سومین دعا برای حفاظت از عذاب اکبر یعنی از جهنم. و چهارمین دعا اینه که امروز میخوانیم وقهم السیئات. بار اله اونها را از سیئات حفاظت کن. معنای سیئات چیه؟ سیئات به معنای از نظر فارسی به معنای بدی هاست. اهل تفسیر میگن منظور جزای سیئات هست. جزای سیئات مراده. جزای سیئات عذابهایی که برای گناهکاران هست، برای خطاکاران هست، برای اهل معصیت هست، اینها دعا میکنن از اون عذابها اونها را حفاظت کنن. حالا سوال اینجاست که قبلا خواندیم وقهم عذاب الجحیم، از عذاب جهنم اونها را نجات بده. بزرگترین عذاب جهنم هست. از اونها گفتن که حفاظتشون کن. باز دوباره از جزای گناهان، مگر در جهنم انسان برای گناهان نمی‌افتد؟ علما می‌فرمایند که علاوه از عذاب جهنم عذاب‌های دیگری هم هست. عذاب‌های مقدماتی هست، مثل عذاب قبر هست، عذاب در روز حشر و میدان حشر هست، عذاب برزخ که همون عذاب قبر باشه، عذاب عرض به خدمت شما که در طول مسیر تا که یک مجرم به جهنم برسه چندین مرحله هست. بسیاری میگویند این عذابها. و یکی از مفسرین به نام حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه میفرماید سیئات معنیش اینه که از پریشانی های روز قیامت، که همین مفهوم را دارد. تنها عذاب جهنم نیست، الله نجات بده. در قرآن کریم هم آمده که روز قیامت یک وحشت خاصی دارد. از زمانی که شروع میشه تا زمانی که بالاخره مراحل به پایان میرسد و هر کسی به جایگاه خودش میره، قرآن چه تعبیر میفرماید، چقدر هولناک است. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعة شیء عظیم. ای انسان ها، ای مردم، تقوا را پیش بگیرید، از خدا بترسید. زلزله قیامت، بعضی میگن زلزله به معنای واقعی قیامت شروع میشه، آغاز میشه با زلزله. بعضی میگن کنایه از این هست که چنان وحشتناک است، چنان خطرناک است که انسان را تکان میده. در ادامه قرآن میفرماد یوم ترونها ترضع كل مرضعة اما ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
روزی که میبینیم هر شیرده بچه شیرخوار خودش را میگذارد، هر حامله حمل خودش را سقط میکند و میبینی مردم را که حالت نشگی و حالت سکر دارند و ما هم بسکارا، سکری نیست در کار، ولکن عذاب الله شدید. لذا عزیزان معنای این آیات اینه که بغیر از جهنم پریشانی های قیامت بسیار زیاد هستند. لذا وقیهم السیئات یک تفسیرش همینه که بار الها از پریشانی ها، از سختی ها، بقیه سختی ها اینها را حفاظت کن. البته در آیه معروف دیگری هم هست ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای نیک حسنات سیئات را از بین میبرد. حالا اونجا سیئات بعضی اهل تفسیر همین تفسیر میکنند که گناهان، معاصی. اما یه تفسیری که به نظر جالب میرسد، سیئات به معنی پریشانی ها هست، به معنی مشکلات هست در دنیا هم. اگر میخواهیم مشکلات ما از بین بره، اگر میخواهیم در دنیا امن و امان باشه، چون از آیات متعددی این مطلب تایید هست و از احادیث گوهربار حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، که اگر میخواهیم در دنیا مشکل داشته نباشیم، در دنیا پریشانی داشته نباشیم، به حسنات روی بیاوریم، به اعمال روی بیاوریم، به کارهای نیک روی بیاوریم، به نماز و تلاوت و ذکر و یاد حق، خود به خود پریشانی ها از بین میره. ان الحسنات یذهبن السیئات، تمام غم و هم و پریشانی و بنبست ها همه از بین میره. ما میدونیم همیشه آیات و احادیث خوانده میشه که تمام پریشانی ها نتیجه عملکرد خود ما انسان هست. لذا پس با توجه به مفهوم اون آیه و این آیه میتونیم بگیم که دعای فرشتگان اینه که بار الها اینها را از همه پریشانی ها حفاظت بکن. پس کسانی که در مسیر حق باشند و اتبعوا سبیلک باشند، پیرو راه الله باشند، فرشته رحمت برش دعا میکنه که خدایا از همه پریشانی ها، هم پریشانی های دنیا و هم پریشانی های روز حشر، میدان محشر، از این پریشانی ها اینها را حفاظت کن. و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته. و ربا هر کسی را که تو از پریشانی ها و از عذاب ها، مشکلات، مصائب، دردها، رنج ها حفاظت کنی در اون روز، همانا بر او رحم کردی. واقعا اون انسان مورد رحم پروردگار قرار گرفته که او از پریشانی های روز قیامت در امان باشه. الله عزوجل از تمام مراحل و مراحل مشکلی که وجود دارد همه ما را حفاظت بفرماید. و رب در ادامه می فرماید و ذالک هو الفوز العظیم. رستگاری بزرگ، کامیابی بزرگ اینه. در دنیا هر کسی یک مسیری را فکر میکنه راه کامیابی من است، راه موفقیت من است. اما عزیزان الله عزوجل که خالق من و شماست و او کامیابی من و شما را بهتر میداند. الا یعلم من خلق، اون ذاتی که آفریده شما را نمیداند، او میداند. اون ذات اینجا برای ما مشخص کرده که کامیابی اینه که ما در مسیر حق باشیم، در مسیر دین باشیم، در مسیر الله باشیم و مشمول دعای فرشتگان رحمت الهی باشیم و از این پریشانی ها نجات بیابیم. و ذالک هو الفوز العظیم. در ادامه الله تعالی ذکر گروه دیگری را می فرماید. این گروهی بود
که عرض کردم این حکم نامه را بنابر تعبیر شیخ بزرگوار ما مولانا حسین علی رحمه الله، این حکم نامه را پذیرفتند، تن دادند، قبول کردند، تسلیم شدند، عمل کردند. اما گروهی دیگر هست که این حکم نامه را، این آیین نامه زندگی را، این کتاب بزرگ الهی را نپذیرفتند، راه و رسم زندگی را از این نگرفتند، عقاید را، اعمال را، ایمان را، اخلاق را، تمام زندگی خودشون را نگرفتند از قرآن. نتیجه اونها چی میشه؟ ان الذين كفروا، از این آیه به بعد در رابطه با افرادی هست که در مقابل قرآن سر تسلیم فرو نیاوردند. امروز متاسفانه در دنیایی که ما هستیم، با توجه به عملکرد سوء خود ما مسلمانان، بسیاری هستند که از قرآن روی گردانند. گاهی در فضای مجازی میبینیم که بر علیه قرآن تبلیغات میشه، بر علیه دین، بر علیه پیامبر عزیز اسلام. الله نجات بده، بسیار سخته. این آیه مشمول همین افرادی هست که الله عزوجل خلاصه این آیه این هست، خلاصهش را عرض کنم، میفرماید دندان محکم میفشارند، چنان بر خود عصبانی اند ولی فایده ای ندارد. دیر شده، الان که وقتش هست. تعصب نمیگذارد که فکر کنند، عناد و ضدیت نمیگذارد که بیاندیشند. اون روز که حقایق را میبینند پشیمان میشوند. به ترجمه آیه توجه بفرمایید. الله میفرماید ان الذين كفروا، همانا کسانی که کفر، منکر وجود خدای عزوجل نبودند، اما خدای عزوجل را به اون بود یگانه نمی شناختند. لذا الله می فرماید که خشم الهی در اون روز، اون روزی که شما فراخوانده می شدید به سوی ایمان، به سوی توحید، بیشتر بود از خشمی که امروز شما بر خودتون دارید. لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان. اون زمانی که فراخوانده می شدید به سوی ایمان، یا به علت و دلیلی که شما فراخوانده می شدید به سوی ایمان، فتکفرون، شما کفر می کردید. حالا کفر را توضیح میدیم. کفر همونطور که عرض کردم به معنی انکار نیست. اونا ذات خدا را انکار نمی کردن، ایمان به توحید را انکار می کردن. وقتی که انبیا می گفتن فقط یک خدا، اونا می گفتن اجعل الالهة الها واحدا، این همه خدا را جمع کرده یک خدا؟ ممکن نیست. چطور یک دنیای با این بزرگی با یک خدا اداره میشه؟ علیاذ بالله. اینو ایمان نداشتن. اما ببینید مجرمان، مشرکان، کفار چه اعترافی میکنن؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. تمام مراحل زندگی، تمام مراحل موت و حیات الان تمام شده. اعتراف میکنن بار الها به ما موت دادی، دو موت دادی، دو مرگ برای ما آمد، و احییتنا اثنتین، دو بار حیات به ما دادی، دو تا زندگی، دو مرگ و دو تا زندگی که مجرمان در روز قیامت اقرار میکنن کدام هستن عزیزان؟ موت اول همون موتی هست که ما به وجود نیامده بودیم. کنتم امواتا فاحیاکم، همین عدم وجود ما، یا به تعبیر بعضی از علما زمانی که هر انسان در کمر پدرش بوده، اون زمان که حیات هنوز نبوده، یه نطفه بیجانی بوده، اون تعبیر میشه به موت اولا، موت اول. موت اول اونه. و حیات اول حیاتی هست که در دنیا الله عزوجل به هر انسان میده. انسان زنده میشه، پا به دنیا میگذارد. یک موت و یک حیات. موت دوم این موتی هست که در پایان زندگی دنیا، در آخرین روز زندگی دنیا برای هر یک از ما می آید. این دو موت و حیات دوم اون حیاتی هست که بعد از مرگ در روز قیامت الله عزوجل وقتی که دستور میده نفخه دمیده میشه،
همه انسان ها از زنده میشند و از قبرها میان بیرون. لذا این دو موت و این دو حیات است. الله میفرماید اونها اقرار میکنند که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، بار الها به ما دو موت دادی و دو حیات دادی ولی ما قدردان نبودیم. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. ما به گناهمون، به تقصیرمون، به کوتاهیمون اعتراف کردیم، قبول داریم که اشتباه کردیم. حالا انسان بیچاره دنبال مهلت است. میگویم فهل الی خروج من سبیل، آیا راهی هست برای خروج از این مخمسه؟ یک فرصت دیگه، یک مهلت دیگه، یک زندگی نوین و جدید تا دوباره از نو شروع کنیم؟ عزیزان، در چندین آیه قرآن کریم میاد که انسان وقتی که پا به آخرت میگذارد، چون اونجا حقایق را میبیند. ایمان لطفش ایمان بالغیب است، ندیده باور کنیم. اونجا که انسان میره همه چیز را میبیند، اون باور به درد نمیخوره. خدای عزوجل به همین خاطر از ما میخواد که ما در دنیا ندیده، خدا را ندیدیم، فرشتگان را ندیدیم، جهنم و جنت را ندیدیم، قیامت را ندیدیم، بسیاری از آثار قدرت الله عزوجل را ندیدیم، اما در دنیا یک سری علائمی که الله تعالی بیان میفرماید و معرفی میفرماید، فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التي تجری فی البحر، دریا را، کشتی را، کوه را، دشت را، دمن را، زمین را، آسمان را، اینها را الله تعالی به عنوان علامت ذکر میکنه. میفرماید همین ها را ببینید، فکر بکنید، به خدا برسید. اما اونجا انسان همه چیز را میبیند، میبینه که مرده ها دوباره زنده شدند. حالا اونجا ایمان آوردن سودی نداره، چون الله ایمان بالغیب میخواد، نه ایمان بالمشاهد، چیزی که با چشم دیدی. لذا اینها وقتی که میگویند که راهی برای بازگشت، الله مهلت نمیده. در دنیا انسان امکان داره مهلت بخواد. خیلی ها هستند در مخمسه گرفتار میشوند، در مصیبت گرفتار میشوند، پایشون به زندان میفته، پایشون به مریضی میفته، دعا میکنن خدا یک فرصت دیگه، چون هنوز فرصت ایمان بالغیب هست، اینجا امکان داره الله آزادی بده، الله عافیت بده، الله مصیبت را دور بکنه، الله یک فرصت دیگری به بندهش بده. اما بعد از اینکه پا به آخرت گذاشت، نه خیر، اونجا پاسخ داده میشه نه، راهی برای برون رفت و خروج از اینجا دیگه نیست. چرا؟ علت اصلی همون کفری که بنده عرض کردم، اونها کفر داشتند. کفرشون چیه؟ تشریح کفر اینجاست. ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم. این فرصت دیگه به شما داده نمیشه، به خاطر اینکه شما بدترین کار را میکردید در دنیا. بدترین کار چیه؟ هرگاه که الله به تنهایی فریاد زده میشد و شما فراخوانده میشدید به سوی الله که فقط الله را عبادت کنید، شما کفر میکردید، شما قبول نداشتید. خیلی از انسان ها هستند که شرک در طب و خوی اونها جای گرفته. وقتی که به اونها گفته میشه که فقط یک خدا را، از این ناراحت میشن، میگن شما به بزرگان توهین میکنید، شما به اولیاء توهین میکنید، شما به انبیا توهین میکنید. وقتی که گفته میشه و این یشرک به، با خدا شریک قرار داده بشه، این صدا بزن، اون صدا بزن، از این کمک بخوا، از اون فرزند بخوا، از اون روزی بخوا، خوشحال میشن. الله میفرماید این نوع مشرکان کسانی هستند که اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة. وقتی که به تنهایی خدا یاد میشه، فقط یک خدا، دلشون پژمرده میشه، دلشون منقبض میشه، دلشون میگیره. و اذا ذکر الذین من دونه، وقتی که غیر خدا صدا زده میشه، یاد میشه، فلانی میتونه شق القمر بکنه، فلانی میتونه فلان معجزه را بیاره، فلانی میتونه فلان حاجت را برآورده بکنه، فلانی میتونه فلج را خوب بکنه، فلان میتونه کور را شفا بده، اذا هم یستبشرون، این وقت خوشحال میشند، شاد میشند.
این بزرگترین مصیبتی هست که انسان در دنیا با او گرفتار میشه. الله همین میفرماید که اونجا به این مجرمان گفته میشه میدونید مرض شما و کفر شما چی بود؟ اذا دعی الله وحده کفرتم، وقتی که الله به تنهایی صدا زده میشد شما کفر میکردید. وقتی گفته میشد فقط الله شما میگفتید نه. و این یشرک به تؤمنو، اگر با خدا کسی شریک قرار داده میشد، شریک در کنار خدا قرار میدادند، تؤمنو شما ایمان می آوردید، یعنی شما قبول میکردید، تسلیم میشدید. لذا عزیزان اون چیزی که خاص کلام الله مجید هست از همه ما اینه که ما در تمام طاعات و عبادات و نیازها و فریادها و نظر و خیراتها و همه اون چی که بالاخره عبادت محسوس میشه، چه عبادت زبانی هست، ذکر و شکر و فریاد زدن، و چه عبادت مالی هست، چه عبادت جانی هست، سجده هست، رکوع هست، طواف هست، دست بستن هست، همه برای الله اختصاص داده بشه، نباید برای غیر خدا، حتی بندگان خاص خدا. مگر مشکل مسیحیان چی بود؟ این بود که عیسی علیه السلام را در کنار خدا قرار دادن، یا شریک خدا، یا جز خدا، یا فرزند خدا. لذا الله عز و جل می فرماید در دنیا شما چنین بودید که و این یشرک به تؤمنو، اگر با خدا شریک قرار داده میشد شما ایمان می آوردید، تسلیم می شدید. فالحکم لله العلی الکبیر، امروز حکم و فیصله مال الله هست، اون الله برتر و بزرگ، اون اللهی که در مقابل حکم او حکم هیچ کسی تأثیری ندارد، هرچی او حکم براند. و حکم الله عز و جل این هست که انسانی که با خدا در دنیا شریک بگیرد الله او را نمی بخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. بقیه گناهان قابل بخشش هستند، رب لطف می فرماید، فضل می فرماید، اما برای این یکی رب ضابطه گذاشته، قاعده گذاشته، قانون گذاشته. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. هر کسی که با خدا ذره شریک بسازد در ذات الله، در صفات الله، در عبادت الله، لذا الله برای او بهشت را حرام قرار داده. الله عز و جل همه ما را بندگان مؤمن و متبعان واقعی کلام الله مجید بگرداند. و الله عز و جل همونطور که قبلا دعا کردم بازم دعا میکنیم الله فهم قرآن را و توفیق عمل به قرآن را به همه ما نصیب بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.